در سطح ضروری به راه ماندن درس‌های تربیت جسمانی و ورزش در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی امکانیت فراهم می‌آورد که شوق و هوس کودکان و نوجوانان و جوانان با ورزش بیشتر گشته آنها من بعد به طرز حیات سالم رو آورند. سال سال توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ساحه معارف زیاد گردیده در برابر دیگر فن‌ها و برگزاری درس‌های تربیت جسمانی نیز اهمیت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. این زمان در حدود ولایت سوخت 944 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارند که در آنها 579504 نفر خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت 444 تالار و 878 میدانچه ورزشی موجود بوده. در آنها 1520 نفر آموزگاران فن تربیت جسمانی به خوانندگان مشق و تمرین می‌دهند. تنها در سالهای از 2018 تا 2021 در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت 35 انشاءات زمانوی ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شده است که این برای جلب کودکان و نوجوانان به ورزش زمینه مساعد گذاشت. منتظم درس‌های تربیت جسمانی در مکتب می‌گذارند. همه شرایط‌ها در مکتب مهیا می‌باشند. میدانچه ورزشی، تالار ورزش، هر گونه اسباب‌ها برای مشغول شدن به ورزش فراهم آورده شده اند. اگر ما از خردسالی به ورزش مشغول شویم، تن ما سالم می‌شود و آینده مهر ورزش در دل ما جا می‌شود. در قیاس با سالهای پیشین، این زمان برگزاری درس‌های تربیت جسمانی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی بهتر گردیده، استادان و خوانندگان انشاءات‌های ورزشی مؤسسه‌های تعلیمی را ثمرناک استفاده می‌برند. اشتراک فعالانه و نشان دادن مهارت خوب ورزشی خوانندگان در چاره‌بینی‌های ورزشی منطقوی، شهری و ناحیوی و ولایتی بازگوی آن است که امروز به فن تربیت جسمانی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با این فن شوق و هوس زیاد دارند. در مؤسسه تعلیمی شهر خوجند تالار ورزشی که با زمان جوابگو است بسیار پوشیده به استفاده داده شده است و شرایط خیلی خوب فراهم آورده شده است تا که نسل نورس خوانندگان ما با ورزش مشق کرده حیات خود را زندگی خود را باز خوب و زیبا کرده با ورزش مهر و محبت پیدا کنند. این خیلی خوب است که جوانان ما با ورزش سالهای اخیر بسیار توجه به آورده در مسابقه ها بسیار خوب اشتراک میکنند. ما برای این بسیارتر باید که حرکت نماییم، با این سمت بسیارتر اهمیت دهیم. در سمت برگزاری درس‌های تربیت جسمانی و استفاده ثمرناک انشاءات‌های ورزشی البته بعضی کمبودی و نارسایی‌ها نیز موجودند. در بعضی منطقه‌ها حالت نامساعد انشاءات‌های ورزشی، نرسیدن لوازمات ورزشی، سردی تالارها و نبودن آموزگاران تخصصی شاید مشاهده کرده شود، ولی این نشانداد سال از سال کم گردیده ایستاده است. افسوس که با برابری هر یک دستاورد و پیشروی در بعضی سمت‌های این ورزش بعضی کمبودی‌ها هم دیده می شود. این کمبودی‌هایی که مثلا نرسیدن بعضی اشیاءهای ورزشی یا به طلبات زمانوی جواب ندادن بعضی ورزشگاه‌ها می باشد. با وجود این ما همه وقت کوشش بخیر کرده ایستادیم که بهر همین رشد تربیت جسمانی، بهر بلند برداشتن سمت ورزش همه طرفه مهنت و فعالیت برده سمت ورزش رو در مقیاس ولایت، در مقیاس شهر خوجند بلند برداریم. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 36 تالار زمانوی و 41 میدانچه ورزشی مورد استفاده قرار دارند که در آنها 45 نفر آموزگاران تربیت جسمانی از روی اختصاص فعالیت میبرند. مسئولین ریاست معارف ولایت سوخت تصمیم گرفتند با این مسئله توجه مخصوص ظاهر نموده خوانندگان را بیش از پیش به ورزش و تربیت جسمانی جلب نمایند. ما در گیمنازی خود نیز تصمیم گرفتیم که بهر اجرایش دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان امام علی رحمان که در چندین برآمدهایشان تاکید می‌نمایند که با رشد تربیت جسمانی اهمیت جدی داده شود، با ورزش اهمیت جدی داده شود، اجرا کرده ایستاده. امروز من در مؤسسه ما تالار وسیع ورزشی تشکیل کرده شده است که در آن خوانندگان هم در دوام درس ها و هم در وقت های تنفس به ورزش جلب کرده می شوند.
اگر درس‌های تربیت جسمانی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در سطح ضروری به راه مانده شوند، شوق و هوس خوانندگان به ورزش زیاد گردیده، آنها من بعد طرز حیات سالم را انتخاب می‌نمایند. در برابر این، وقتی که کودکان و نوجوانان از خردسالی به ورزش میل پیدا می‌کنند، شاید آینده از بین آنها پرچمبردار و قهرمان‌ها به وی رسیده کشور عزیزمان را در عرصه جهانی معرفی نمایند.